اگه بهت بگم یه نبرد، یه شکست میتونه سرنوشت ما ایرانی‌ها رو واسه همیشه عوض کنه چی؟ تصور کن صبحیا که کوروش کبیر با هزاران هزار سربازش جلوی قبیله ماساگت‌ها وایستاده. آفتاب تازه بالا اومده، خاک داغ و هر تیر یعنی یه سرنوشت. حالا فکر کنیم اون روز کوروش کبیر شکست میخورد. از اون به بعد چی میشد؟ قطعا زندگی‌های ما الان جور دیگه ای بود. اگه کوروش اون روز شکست میخورد دیگه امپراتوری پارس تشکیل نمیشد و ملت‌های اطراف مثل مادها، بابلی‌ها، سکاها نمیذاشتن دیگه یه حکومت مرکزی قدرت بگیره. ایران اون موقع میشد یه تیکه زمین بین چند تا قبیله خسته و جنگ زده. نه پایتخت درست حسابی داشتیم، نه فرمان روایی که تاریخ بتونه ازش یاد کنه. یه مدت دیگه هم از شرق و غرب می اومدن و این سرزمین رو بین خودشون تقسیم میکردن. یعنی دیگه از اون به بعد چیزی به اسم تمدن پارسی وجود نداشت. حالا خیلی بیایم جلوتر، دیگه دنیا یه شکل دیگه است. جاده ابریشم از ایران رد نمیشه چون ایرانی وجود نداره. یونان دیگه نبردی با پارس ها نداره، پس شاید فلسفهشون زودتر رشد میکنه ولی شرق عقب میمونه. علم، هنر، تمدن، تبادل فرهنگی همه دیرتر شکل میگیرن. یعنی دنیا شاید حتی اندازه 100 سال از چیزی که الان هست عقبتر میموند. ولی قسمت دردناک ماجرا اینه که خود ما چی میشدیم. احتمالا زبان فارسی وجود نداشت چون زبان رسمی امپراتوری نداشتیم. عید نوروز برگزار نمیشد. شاید ما الان داشتیم به زبان یه قوم دیگه حرف میزدیم و بدون اینکه بدونیم ایرانی بودن واسمون یه افسانه میشد. یه سریامون شاید توی امپراتوری روم حل میشدیم و یه عده‌مون هم زیر سلطه همون قبایل باقی میموندیم. تاریخ همینه، یه لرزش کوچیک، یه تصمیم اشتباه میتونه سرنوشت کل یه ملت واسه همیشه عوض کنه. اگه اون روز کوروش شکست میخورد شاید ما الان داشتیم به یه زبون دیگه ای حرف میزدیم. پس یادمون باشه که همین لحظه های کوچیک باعث شدن که تمدن ایران زنده بمونه. اگه دوست داری بدونی که تو دنیایی که کشور ایران وجود نداره چی میشد، حتما کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو لایک کنید تا ویدیوی بعدی رو واسه تون بسازم.